نخبگان نظام کلی به مغز نداشتش و فشار آوردن تا این ترانه رو واسه روحیه دادن به بسیجی‌های زرخورده سرهمبندی کنن. امار داره این خال، عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خال. ما کلا دوست نداریم جهاد بکنیم، یعنی دوست داریم سر همه ببرن دیگه. دایشان که این بغل همسایه الان اومدن دیگه اینجوری بزنن. آخه وقتی حال جهاد ندارید دیگه با ترانه و مزمون که نمیتونید برای کسی فیگور بگیرید. هفته گذشته یک خبرنگار BBC برای ارزیابی فضای بعد از جام زهر وارد تهران شد. دلواپسای تیویریش که فکر میکردن با جیمز باند بازی مهمات خوبی گیر آوردن، وزیر ارشاد جام زهری تیویریش رو زیر رگبار گرفتن. خبرنگار BBC از راه نرسیده به نماز جمعه تهران رفته. این خانم که ترجیح دادن از لوگوی BBC استفاده نکنن، در جمع نمازگزارای تهرانی از رابطه ایران و آمریکا و طرح مسائل هسته‌ای سوال پرسیدن. موضوعی که همچنان در لیست سوالات خبرنگاران داخلی قرار داره. شبکه انگلیسی هست و یک شبکه جهانی است که در گذشته می اومده، الان هم اومدن برای یه سری گزارش‌های میگیرن بعدم میرن دیگه. این چیز جدیدی نیست. هفته بعد معلوم شد که یکی از همین گزارش‌هایی که میگیرن مصاحبه با رئیس محیط زیست همین دولت شیخ فری بوده. بله، وقتی تابوی مذاکره با شیطان بزرگ شکست دیگه مصاحبه با BBC که چیزی نیست. رئیس سازمان محیط زیست دیروز پای سوالات BBC نشست و به هر آنچه BBC خواست پاسخ گفت. وزیر ارشاد یک روز قبل از مصاحبه ابتکار گفته بود مسئولان از مصاحبه با BBC منع شده اند. اما به ناگاه و در کمال ناباوری این هفته و در حالی که هنوز جوهر مجوز فعالیت شبکه روباه پیر خشک نشده بود، یکی از معاونین دولت جلوی دوربین این رسانه پرهیاهو قرار گرفت و با مجری اون به گفتگو پرداخت. از تصاویر منتشر شده معلومه که ایشون خیلی هم از این اتفاق به وجد اومدن. ناگفته پیداست که آیت الله BBC و شیخ فری رفیقای جونجونی هستند. منتها هر وقت با هم از این بازی ها میکنن کار دست خودشون میدن. اینم یه نمونه جدید در کلکسیون سوت یا همون تیویریش. به نظر میاد این مجری تیویریش و تیم اتاق فرمانش میخوان رکورد سوت رو تو تاریخ تلویزیونا بزنن. در حقیقت میشه گفت برای خودش تثبیت کرد. یک واحد تولید و طراحی یخچال‌های خانگی. خب اینو بعد همینو بخونیم دوستان. بله، دستگاه‌های تولید. یه گزارشی از براتون آماده کردیم از یخچال‌ها، ولی اینو پخش کردیم. یه گزارش دیگه. به مصداق دیوونه‌ای که یه سنگ تو چاه بندازه 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن، تو هندوستان یه بچه فیل افتاد تو گودال و 10,000 هندی بسیج شدن درش بیارن. حالا ببینید که فیله چطوری ازشون تشکر میکنه.